عاجل کمک کنین. زن و بچه دارم، به من کمک کنین. آقا یه پول خود اگه دارین به من بدین برادر. آقا جون خدا مردهاتونو بیامرزه، به من عاجز کمک کنین. کورم نمیبینم، علیرم برادر. کجا؟ داشت یه زن نیدی بره تو مچه. یه پول خورد به من بدین، شب جمعه. خدا آخر عاقبتتون رو به خیر کنه برادر. اگه خدای لا کتابی یارو کوره، چه تا میتونه ببینه؟ راست میگه، ما عجب خنگیم ما. خب بریم دنبالش. بلش کن بابا، قیدش رو آخه جواب مامانه چی بدیم؟ خب میگیم پیداش نکردیم ماما خانم. اونم دیگه از این لگوری خسته شده، زیاد پاپش نمیشه. بی برید. شب جمعه آقایون، زن و بچه دارم. به خاطر بچه‌هاتون به من کمک کنین. ای خدا، ای خدای بزرگ، همه میگن تو ارحم الراحمینی، پس به من درمونده رحم کن. کمکم کن تا برم دخترم یگانه فرزندمو ببینم. خدایا شب و روز دلم شور میزنه، دلم شور دخترمو میزنه. همش خواب میبینم که دخترم به سرنوشتی مثل سرنوشت من دوچار شده. همش ترس از این دارم که نکنه خدایی نکرده اونم مثل من اول جوونیش اشتباه کنه، به راه خطا بیفته. ای خدا، دارم از قصه میمیرم. ای خدای مهربون، من غیر از تو پشت و پناهی ندارم. کمکم کن، کمکم کن ای خدا. ای خدا، به تو پناه آوردم. بابا جناق میشکنی؟ چرا نمیشکنم بابا جون؟ سر چی؟ هر چی که تو بگی. سر گردنبند الماس. سر یه گردنبند الماس؟ هی بنازم به این اشتها. خب اگه من بردم چی؟ یه جفت جوراب. یه جفت جوراب؟ میترسم تو این معامله ضرر کنی دختر. خود دیگه هرچی باد آباد، آتیش زدم به مال. بکشی تو شاهد باش ماما، اگه بردم بابام جر نزنه. نه مامان، بابا جر نمیزنه. ساغرا، ساغرا. بله حاج آقا. بیا خورش بیا. من میارم. اما یاده ها. هنوزم جواب خواستگاراشو نمیخواد بده. میبینی که نه. آخه چرا؟ دختر موقعش که رسید باید شوهر کنه و الا که چی؟ آخه چی بگم؟ زمونه خرابه. مریم دختر خوشگلیه. این جوون مبونا خیلی دوره ورش میپلکن. خدایی نکرده یه وقتی دی دختره رو اقفالش کردن. بهتره هر چه زودتر بره خونه. به چه خورشتی براتون آوردم، تا دلتون بخواد توش گوشت لخ گذاشتم. نوش جان کنید. یه ببخشین آقا، این آدرس کجا؟ از این طرف تشریف ببرید، در تو چپ پاساژ فرش فروشی اونجا. خیلی متشکرم. خدا عوضت بده. میسیو میستر به جان جناب علی، نه بازرگرمی میکنم نه مسمالی. اگر غالی خوب میخوای هست این غالی که هست خیلی خیلی عالی. هست کجا اهلم گلی هست؟ بله هست، این غالی هست، مال قوم هست این. بله بله بله. کجا هست مال گلی؟ والا عرض کردم گی مال قوم هست این. میسیو من خاص یه گلی اهل کشن. نه میستر، برای شما خوب نیست غالی کاشان. هم قوم خوب البته هم کاشان، رحمت به هر دوتاشان. نه میسیو من خاص گلی اهل کشن. نه میستر جان، شما نفهمید. برای شما خوب هست یک غالی مال سیمنان. میسیو من خاص یک اهل گلی کشن. نه میسیو جان، برای شما خوب هست یک دانه غالی مال سیمنان. نه من خاص یک گلی مال کشن.
برای بیا اینجا شما اصلا نفهمید برای کلافه کردی منه. آقا جان شما وایسا اینجا میستر، برای شما خوب هستیدن غالی مال زنجان. نه من کاس یک گالی مال کشم. میستر به جان شما، برای شما خوب نیست غالی کشن، برای شما خوب هست یه غالی مال خراسان. نه میسیو اونلی گالی کشن، اونلی کشن. میستر باربایی پدرتون نمیفهمی خوب نیست غالی کشن، برای شما خوب هست یه غالی مال کرمان. نه خاص گالی مال کشن نو اصفهان. تو که اصلا نمیفهمی برای شما به جان شما من به شما داد یک دانه غالی مال اصفهان. نه میسیو شما هست دیوانه، من گالی کاس علی کشن. دیوانه. You are very crazy. جریبه میگی با من بی پدر مادر. میستر ببین چی میگم، تو که دریبری گفتی باربایی پدر که بیام خارجا پدرت در بیار. حالا فرمایشی بود؟ سلام خان بابا. چرا با نگاه داری من میخوری چیه جان؟ منو نمیشناسی خان بابا؟ سکن ببینم. تو همون نیستی که 20 سال پیش برداشتی آمدی اونجا منزل حاجی بارت گذاشتی زمین و فیلینگ باسی رفتی نقوله ها؟ آره خودمم درسته. الهی قربان تو باشم زودتر بگو دکلک بریم تو کار دارم، بیا داخل حجره. حالت چطوره؟ ماشاءالله. خان بابا خان بابا بگو ببینم حال دخترم چطوره؟ مشکل مثل پنجه آفتاب عالم تو. الهی شکر الهی 100,000 مرتبه شکر. اما سب کن ببینم، تو قرار نبود هیچ وقت بیای سراغ دخترتا؟ کی به تو گفت بیای اینجا؟ آخه چرا آمدی ها؟ اگه حاجی بفهمه به مرگ تو غوغا میکند، سر همه ما را از ته میبره به خدا. خواهش میکنم بیا تو رو به خدا به خاطر این چیزی میدم من از اینجا برو من از نخوردن ننده. بعد از 20 سال من میخوام دخترم رو ببینم. چطور نمیتونم؟ چرا هیچ حرف نزن. اون دیگه دختر تو نیست، اون دختر اون حاجیه. اون دختر اصلا نمیدانه که تو مادرش هستی، یعنی هیچ کس تو این شهر نمیدانه که تو مادری، فقط من میدانم. به خاطر ریش سفید من بیا از اینجا برو. خواهش میکنم من از نان خوردن ننداز. جان من بیا برو. نه من نمیرم، من میخوام دخترم رو ببینم. خواهش میکنم خان بابا تو رو خدا، تو رو به جون هر کی دوستش داری ازت خواهش میکنم بیا ثواب کن منو ببر دخترم رو ببینم. من تمام این راه اومدم که اونو ببینم، اگه نبینمش از قصه دق میکنم. خواهش میکنم به پات میافتم. شکرکاری شدم من با خدا. آخه من چه خاکی به سر من بریزم؟ اگه کمک بکنم خودم از نان خوردم میافتم، کمک نکنم تو از قصه دق میکنی. ببین دختر جون، پسر حاج رضا جواهری از میلیونرای معروفه. اون از تو خواستگاری کرده. بنده خدا پسر خوبی هم هست. پسر حاج محسنی که تاجر فرشه، اونم خواستگار توست، اونم میلیونره، پسر خوبیه. پسر حاج یغمایی به ساز بفروشه، میلیاردره، اونم چند بار تو از من خواستگاری کرده. اینم پسر عمود حسامه که خودت وضعشو میدونی. حالا جواب بده، بگو ببینم کدوم اینا رو میپسندی؟ ها؟ پس به کی میخوای شوهر کنی؟ چرا جواب منو نمیدی دختر؟ من نمیتونم جواب بدم پدر. اصلا من هیچ کدوم از این خواستگارا رو که شما برام تراشیدین نمیخوام. این که نشد که. من تو این شهر آبرو دارم، برای خودم تو بازار اسم و رسمی دارم، عنوانی دارم. بالاخره دخترم باید به یکی از اینا شوهر بکنه. آخه حاج آقا اون دور و زمونه گذشت که دخترها به میل پدر مادرشون شوهر میکردن. میذاری کارمو بکنم زن؟ ببخشید حاج آقا، حسام خان تشریف آوردن. بگو بفرمایید تو. بفرمایید تو. سلام عرض کردم حاجمو، روزتون بخیر. کوچیک شما هستم، دست شما رو میبوسم. خواهش میکنم عمو جان بفرمایید. حال شما چطوره؟ سلام زنمو. بفرمایید خواهش میکنم. بشین عمو جان. حالت چطوره؟ ممنونم. خب عمو جون کار و کاسبی چطوره؟ خدا رو شکر، روح به راست. خب عمو جون چی دوست داری بخوری؟ خوراکی؟ خیلی ممنون عمو جون، همه چیز صرف شده. من فقط خواستم جویای حال شما و زنمو و دخترمو جون بشم. ماما من میرم تو اتاقم. برو دخترم، برو عزیزم.
برگردم. پسر دو دستی به گلایی بزن، نه یه دستی. امشب ما یه پارتی داریم، به هوای کلاس انگلیسی میام سراغت، باشه؟ باشه، کجا بیام؟ جای همیشگی. خیلی خوب میام. قربونتم میرم، نوکرتم هست. فدات شم. خدا نکنه من قربونت برم. بیا اینجا، بیا اینجا. اوه، داری میاد. خودشه، همینجا وایسا ببینم چی کار برات میکنم. خان بابا تویی؟ بله قربان، بله، به نظرم خودم باشم، بله. چطور مگه خودم؟ بله نخیر چیزی هم کم از خودم هم قربان. سلام عرض کردم. چرا مغازه رو ول کردی اومدی اینجا پسر؟ مغازه؟ آخه قربان برای شما بیا جلوت چپم مرده، برای شما مهمان ناخوانده آوردم. سلام حاج آقا. سلام. سلام. ایشون کی باشن؟ قربان ایشون اوخش ببخشید. قربان شما واقعا آدم فراموشکاری شدی. چطور نشناختی زری خانم؟ زری خانم 20 سال پیش خود من. زری خانم بله دی قربان. ورده. واسه چی برگشتی تو این شهر؟ کی به تو گفته بود بیای اینجا؟ با تو هم چطور جرأت کردی با اون سابقه ننگینت پاتو تو خونه من بذاری؟ چطور این اجازه رو به خودت دادی؟ من تو این شهر آبرو دارم، تو یه زن بدنامی. ولی حاج آقا کسی منو نمیشناسه. این حرفا کدومه؟ که اگه دخترم بو ببره که تو کی هستی؟ خدایا آخه چه خاکی تو سرم بکنم؟ کاکاره بله قربان یواش من مریضم حاجی. مگه تو از سابقه این زن خبر نداری؟ چرا اونو برداشتی آوردی اینجا؟ چرا آبرو و حیثیت منو در نظر نمیگیری؟ این زن یه فاحش است، یه زن رسوا و شناخته شده است. یالا برش دار از اینجا ببرش. ولی حاجی آقا این یه زن بدبخته، اونم آخه خدایی داره، والا خدایی. من چه مربوطه؟ اون قول داده دیگه هیچ وقت تو این شهر نذاره، تا آخر عمر اسمی از دخترش به زبون نیاره. حاجی آقا این حرف نزن، هرچی باشه اون یه مادره. این بدبخت از راه دور بلند شده آمده اینجا. خدا رو خوش نمیاد به کجا. بابا جون با من کاری نداری؟ نه بابا جون. بابا جون من میرم کلاس انگلیسی. زن با تو هم یه وقت حرفی نزنی. حاج آقا قول میدم. درست نگاش کن. آره قولش برم قشنگ نگاه کن که مجانیه با مرگ تو، فقط مجانیه. داشتم از تو پول نمیگیرم. پدر سوخته بزرگ شده نه؟ خداحافظ بابا جون، کاری که نداری. خداحافظ خان بابا. خداحافظ. نه بابا جون. بزن حاجی آقا. خیلی خوب دارم میرم. ببر صدا تو. حالا من دستپاچه کنی اون ماشین چرا بکنم؟ نه خیر خانم، شما هیچ حقی نسبت به دخترت نداری. تو هیچ دادگاهی هم حرفت خریدار نداره. فهمیدی؟ بهتره برگردی همون جایی که بودی. خان بابا همینجا نگه دار. همینجا نگه دار. چش قربان یکی یکی بگو. یادش کن. بفرستش به جایی که همیشه بوده. حاجی آقا جان دستپاچه نکنی و بی‌صبر من میزنم با در دیوار. آخه قربان نگه میدارم ده. با فرما. تمام شد. میگم حاجی آقا خدا رو خوش نمیاد به خدا. هرچی باشه اون یه مادر. به خدا اگر دلش بشکنه در عرش خدا میلرزه. اجازه بدین بریم بند منزل یه قد صحبت بکنیم. ما هم پادرمیانی میکنیم. میگه کاری بکن کار سبب نسیخ بسوزه نه کباب درست میکنیم. دوباره من با اجازه جناب عالی. تعقیبشون کنیم بعد خبرشو به من بدید. 20 سال تموم من و زنم زحمت کشیدیم، مرارت کشیدیم، خون جیگر خوردیم تا تونستیم این دختر رو بزرگ کنیم. هیچ وقت نذاشتیم کمترین ناراحتی پیدا کنه. هرچی خواسته براش فراهم کردیم. تمام دلخوشی ما وجود این دختر است که تو نمیفهمی.
اونو از جونمون، از زندگیمون، از همه چیزمون بیشتر دوست داریم. حالا اگه اون بفهمه که پدر و مادرش نیستیم، اگه اون بفهمه یه بچه سر راهیه، از همه بدتر بفهمه مادرش زن بدنامی مثل توه، میدونی چه مصیبتی به بار میاد؟ میتونی بفهمی که چقدر این دختر تحقیر میشه؟ ممکنه حتی بره خودشو بکشه. خدا نیاره اون روز. میدونم حاج آقا، من نیومدم اینجا که خوشبختی دخترم رو به هم بزنم، ولی بالاخره من مادرم، جز دخترم تو این دنیا به هیچ چیز دلبستگی ندارم، به هیچ کس دلخوشی ندارم. راست میگه حاجی آقا، بالاخره اون یه مادره. شما که تا حالا مادر نبودین که بفهمیم مادر بودن یعنی چی. یعنی منم نبودم، خاک بر سر من، ولی اون یه مادره. اون یک بدبخته، اون یک نفرین شده است، اون یک بیچاره فلاکت بدبخت آخه. اون یه بیاین موافقت بکنین، اون اینجا پیش من توی این خانه باشه. قول میدم، یعنی اونم قول میده، یعنی منم قول میدم که برواح خاک پدر مادر و عزیزان من نظرم هیچ کس بفهمد که این زنانه مادر دختر جناب علیه. لا اله الا الله. بعدشم این منزل براش در بس اجاره میکنی قربان شما برم که اجاره اتاق بنده می وسط مجانی میافتد. بله بعدشم ماهیانه 3-4 هزار تومن بیشن خرج مخارج چیز بیشن میدید. اون وقت خرج غذای بنده هم مجانی میافتده قربان. و اما مخارج آب و برق و تلفن هم که نداریم، همه را 2 قسمت میکنیم. 2 قسمتش شما میدین، بقیه‌ش هم بنده میدم بروی چشم من. و اما بقیه اصلا من بدبخت بگو به من چه که نیکی بخواب بکنم. عمو جون شما که خودتون خوب میدونی من رو مریم خانم تعصب. منظورت چیه؟ منظورم اینه که همه جوانای این شهر دنبالشن، براش دندون تیز کردن. یه وقت دیدین خدایی نکرده زبون املال رسوایی به بار آورد. نه اینطورام نیست آقا حساب. چرا حاج عمو جون؟ اون داره بالغ میشه، زیادتر از سن خودشم رسیده شده. میترسم یه وقت خدایی نکرده یکی از این جوانا گولش بزنه. اون وقت آب رفته رو دیگه نمیشه به جوب برگردوند. ازش دیدیم خیلی جهاز آخسیاشو چوب زدم، گوشه و کنار دیدم سرش یه جایی بنده. شناسی هستین؟ شما یه عمر با آبرو زندگی کردین. اگه مواظبش نباشین خدایی نکرده یهو دیدین آبروی چندین سالتونم از بین رفت. شاید آجی ها اومده دنبال دختره. پدر بندر در میاره بخوده. یه خانه خراب که این وقت شبم دست بردار نیستی. سعید خان بابا رو معرفی میکنم. بله میشناسم شما. آقای سعید خان دوست من. ایشان همون آقای سعید خان معلم هستن که توی باشگاه بوسکو با کاراپیتینا میزننده. بله میشناسم کله که ایراده دارم، ایشان هم ایراده دارم بابا. مخلیص قرش اینم قدش کله. عمو جون اگه همیشه دیگه خیلی ممنون. فردا به هم تلفن کن باشه. خداحافظ. خداحافظ. اگه بابام پرسید چرا انقدر دیر اومدی میگی معلم انگلیسی دیر اومده بود. فهمیدی؟ خیلی خوب بلدم چی بگویم. جوجه پارساله بیم ساله یاد میده. گوش کن خان بابا. خید نکنی یه وقت بگی رفتیم رقصا. ای بابا مگه من بچم قربان تو برم. اللهم سنگ تو رو هوب 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 هوب. خوب شده باز گذشت رفت. وایسا با هم بریم دنبال سر. خیلی خوب بیا. یه باش. الحمدلله راه رفتنم که بلد نیستی. میگم وایسا دستی بگیرم. را برو بینم خانه خراب. منم بلد نیستم بدتر. سلام مادر جون. پدرت خیلی از دست عصبانیه. تا حالا کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ تقصیر من چیه ماما؟ معلممون دیر اومده بود. مگه نه خان بابا؟ بله کی؟ کجا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه معلممون دیر نیومده بود؟ اینجوری بله چرا معلم داشت هوا باران می آمد. اون وقتی باران معلمم دیر آمده. بله
بله معلم که دیه من دیدی گفتم ماما حال شما چطوره پسرمون؟ به پای حال شما نمیرسه دخترم خیلی ممنون. مخلصم قمر وزیر حرامزاده. حالت چطوره؟ با اجازه سرکار بیشتر بردار بیشتر. قربان تو من بستم مواظب خودم هستم. شما میل بفرمایید. حالا بابام کجا؟ داره نماز میخونه. خب ببینم شام میخوری؟ نه شام خوردم ماما. شما چه خان بابا شام میخوری؟ نیکی و پرسش من برای خوردن همیشه آمادگی دارم. شما اگه حاجمو بفهمه. نه تو رو خدا پسرمو ازت خواهش میکنم تو رو خدا. مو پسرمو رو تو آسمونا بستن مگرم مریم خانم ها؟ سلام پدر. سلام و زهرمار. سلام و درد بیدرمون دختر یحمق. چی شده پدر؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ مگه من چیکار کردم؟ بی حیای دروغگو. به من میگی میرم کلاس انگلیسی ولی سر از رقاصخونه ها در میاری؟ چرا لال شدی؟ دختره بی آبرو. با این کارت میخوای بعد عمری منو بی آبرو بکنی؟ میخوای انگشتنمای دوست و دشمن بشم؟ مگه با تو نیستم؟ بالاخره به من بگو امشب کجا رفته بودی؟ این پسره بی آبرو کیه که باش دزدکی این بر اون بر میری؟ با تو هم حرف بزن دختره پر رو. بگو این پسره جعلق کیه که باش رو هم ریختی؟ بگو این پسره کیه؟ اگه با تو نیستم گیس بریده بگو این پسره کیه؟ حرف بزن. چیه چی کاری مثل اینکه صدای اگر گذاشتم من یه لومه خدا بخوریم. اینا روی منو باشه. این حیثیت منو باشه. ایش درم تاج دیگه من آبرو ندارم. حیثیت ندارم. آبروی منو برده. حیثیت منو برده. مردم به من چی میگن؟ قلبم خدایا. گریه نکن مادر. گریه نکن دخترم. اومد به سرم از اون که میترسیدم. مردم سرزنش میکردم. گریبانگیر خودم شد. خدا زلیده. مگه چی شده؟ جنایت که نشده. خب رفته رقص که رفته. رقص تنها نیستن. اون دلیل مرده بی حیا رفته رفیق گرفته. وای تو رفیق نگرفته حاجی دوست. تا دیگه چی میگی؟ هیچی بابا دوست گرفته با هم میرن چایی میرن. من باید بفهمم که اون پسر کیه. من آبرو دارم. ای کشمت. یا سکته میکنی. بیا این شربت بگیر بخور جامعه. بخور عزیز. عجب دوره و زمونه ای شده. چه رسوایی چه آبروریزی. من که دیگه واقعا دارم از این وضع شاخ در میارم. همش تقصیر تو قمر وزیر حرامزاده از پوسکلوف. من تو رو میشناسم چه جنسی داری نخاله. ساکت. ای خدا. خوبه از هم فاصله نگیرید به هم نزدیک بشین. اما تو حرف بزنید هم بزنید. یا چند نفر میگم زود باشین بپوشید به هم. نه بزنید خوبه. بزن خوبه. اینجوری فایده نداره. صبر کنید آقا جان. من چقدر بهتون بگم با این قسمت دست نزنین. با اینجا دست بزنین. یالا بزنین دیگه. الا رئیس خان شماره تلفن میخواد. تلفن شماره میخواد. مشغول بشین معلوم میشه. من دیگه نمیتونم تو رو ببینم. پدرم همه چیزو فهمیده. آینو باش فرمایشی دارن؟ بفرمون چی میگی؟ آق معلم باز پاتو از تو کفش دختر حاجی دراری و بکشی کنار. لیلا بد میبینی. ده اینجا ده نیست و شهر آق معلم. ولی شهرش که هرت نیست آقا پسر.
نامردتون بگین اون پاشا تو کفش آقا معلم بکشه بیرون. دوستش دارم مادر، میفهمی دوستش دارم. میدونم دوستش داری، میخوام بدونم چی کاره. معلم ورزش مادر، اونم منو دوست داره. من این پسرها جایی رو که بابام برام تراشیده نمیخوام. از همشون متنفرم. گریه نکن دخترم، گریه نکن عزیزم. بالاخره اونم پدرت تو رو دوست داره. بعد تو رو که نمیخواد، منتها فکرش قدیمیه. بگی بخواب عزیزم، بخواب جونم. من با پدر صحبت میکنم، شاید راضیش کنم که مطابق دل تو رفتار کنه. بخواب عزیزم، بخواب مادر، ناراحت نباش. من پدرت راضیش میکنم. حاج آقا، پسر معلم ورزشه. چی؟ معلم ورزشه؟ این همه خواستگار میلیونر درجه 1 براش هست. اون وقت دخترم میخواد زن یه معلم ورزش باشه. مسخره. چی میگی مرد؟ خدا رو شکر کن دخترت عاشق یکی از این بیکاره های ریش و پشمدار نشده. بالاخره لااقل پسر معلم ورزشه. معلم ورزش شما میشناسید؟ بله میشناسم. استخوریم در جیبیه. پسر خوبیه.
معلم ورزشه. من حرفی ندارم، موافقم که دخترمون رو بهش بدیم. همه ازش تعریف میکنن. عالیه خانم جان، معلم ورزش اینقدر پسر خوبیه که خیلی ممنونم شما تبریک میگم. خوش به حالتن بخدا. داماد خوبی گیرتن آمد. انشالله عروسی حاجی ببخشید. مریم. بله ماما، مژده بده، پدرت موافقت کرد. بله پدرت حاج آقا مبارک است. اینجوری که انشالله که همین چند روزی گیلم بگیم با راه میندازیم، منم سغرانگیری رو میگیره. پدرت متشکرم، قربونت برم الهی. مامان هستم، خیلی متشکرم. خان بابا هستم همینطور. بغل بکنیم. مبارک انشالله. منم سغرانگیری رو میخوام. خدا. خان بابا، خان بابا، کجایی؟ خان بابا. کجایی تو؟ خان بابا. کسی اینجا نیست؟ ببخشید آقا، خان بابا نیستش، صبح زود رفته شکار. میدونم که رفته شکار. شما کی هستین؟ با شما هستم. بیاین پایین ببینم. تا حالا شما رو اینجا ندیدم. صبر کن ببینم. مثل اینکه من شما رو یه جا دیدم. صبر کن ببینم. آها، یادم اومد. درست خودتی. چرا خودتی؟ نه شما اشتباه میکنید. چی رو اشتباه میکنم؟ خودم خونه یختونی باهات بودم، خودم یه شب تا صبح باهات بودم، خودتو به اون راه نزن. خب بگو ببینم خان بابا تو رو از کجا به تور زده؟ کجا فرار میکنی؟ وایس ببینم. وایستا میخوام عشقتو برسم. میخوام دستی تو کارتو. آهای زرزر خانم جان، بیا آهای زری جان برال کم که ددری شکار کردم قربانه به چی آوردی انگوری؟ بیا ببین چی کجا به طور زدی؟ آبازی حرف بزنی اون نیست. سکت درد با من اشتباه میکنی. بیا ببینم. خیلی بچه با صفایی. بیا ببینم اشتباه میکنی. این نشمه خونه اختر خودم باهاش بودم. بابا جان حرف منو گوش کن، اینو که من به تو میگم. عشقمونو بکنیم بابا. بابا جان بیا تو این زنه نمیشنم. من میشناسمش. خدا اشتباه میکنی. اشتباه میکنی. اون زن سابقش خرابه. اون یه فاحشه. چی میگی مرد؟ چرا چرت پرت حرف میزنی؟ چرت و پرت پدرت میگه. من اون زنو میشناسم. خونه اختر خود میکرده. خودم اونجا دیدمش. ببینم تو که عرضه زن نشوندن نداری، نکنه حاجی اونو نشونده، درسته؟ نه جان من اینجوری نیست آقا حسام، اینجوری که میگی نیست تو بمیری. نه جانم اینجوری نیست. چرا خان بابا همینطوره. تازگی ها ترقی کردی، نکنه در راه محبت پیش میری. آقا حسام این حرفا با من نزنه، فکر بد نکنه. والا این اون نیست که تو داری فکرش میکنی. اینقدر گونه شور خدا روز قیامت پدر آدم در میاره. من به تو گفتم. چرا خودشه. خوب گزکی دستم افتاد. میتونم آبروی حاجی رو تو بازار ببرم.
همه جا شایع میکنم حاجی سر پیری یه زن بدنام، یه زن هر جایی، یه زن بدکاره رو آورده و تو خونه تو نشونده. کجاش خنده داره؟ بابا حاجی این زن ننشنده تو بمیری، این زن با پای خودش آمده پیش حاجی تو بمیری. ای خان بابا خاخر خودتی. بابا تو عجب آدمی هستی، حرف من باور نمی‌کنی؟ نه جونم، اگه ریگی به کفشت نیست بگو ببینم این زن اینجا چی کار میکنه. اگر بگویم از آشوبگری دست بر میداری؟ البته که دست بر میدارم. قول شرف به من میدی؟ قول شرف میدم. میدانم تو کمپانی شرفی، اما من به تو میگویم تو گوش کن. حاجی 20 سال پیش، بله درست 20 سال پیش بود که اجاقش کور شد. بچه دار نمیشده بیچاره. احمد و دختر این زن را به اسم خودش بزرگ کرده به مرگ تو. چی گفتی؟ پس مریم دختر حاج عموم نیست؟ ای بنده آب دادم با نظرم. مادرش این لگوریت؟ ببندون دهن نجس تو. اگه یه دفعه دیگه این مزخرفات از دهنت بیرون بیاد دیگه نه من نه تو. چرا حاج عمو؟ همه باید بدونن که این زن بدنام مادر اصلی مریم خانومه. همه باید بدونن که شما دختر یه زن فاحشه رو آوردین و به اسم دختر خودتون بزرگش کردین. همه باید بدونن که شما اون زن فاحشه یعنی مادر اصلی مریم خانوم رو آوردین و نشوندین. کی این مزخرفاتو به تو گفته؟ کی این حرفا رو به تو زده؟ چه فرقی میکنه که کی گفته حاج آقا؟ مهم اینه که وقتی همه مردم بفهمن اون وقت چی میگن. وقتی مریم خانوم بفهمه که مادرش یه زن بدکاره است. خداحافظ حاج عمو. خداحافظ. وای که چه بدبختی بزرگی، چه مصیبتی. آبروم رفت، حیثیتم رفت، شرفم رفت. صبر کن حساب اونم به سلامتی خیالت راحت شو. بفرما بینیشیم. بفرما جان، بفرما جان، بفرما جان، بفرما. آقا جان درست بزنی. از چی میخوای حرف آخرتو بزن؟ مریمو میخوام. اون حق منه. باید زن من بشه. ولی مریم تو رو نمیخواد. اگه شما بخواین اونم میخواد. این شمایی که باید تصمیم بگیرین عمو جون. چرا نمیفهمی آقا جون؟ امروز عقد کنونشه. اگه شما بخواین میتونین به همش بزنین. چی رو به هم بزنن؟ مجلس عقدشونو. همین الان میری مجلس عقدشونو به هم میزنی تا بعد بشینی با هم مذاکره کنی. خب اگه نخوام چی؟ باید پی همه چی رو به تنت بمانی. اول از همه شناسنامه مادر دخترت رو میکنم. همون زنی که یه بدکاره. قربان دستت کنم جان، خسته نباش. سلامت. انشالله عروسی خود بنده. بله؟ سلام بروی ماه قشنگت. صدا دیگر میاد سرمونو گنده برو اونجا بینیشین تماشا. آقا جان خانم کمرش چاییده. بی زحمت اونجا بینیشین. بفرما خانم جان فقط نگاه کن حرف نباشه. فقط تماشا کن. با اجازه. الکی. بابا همینجوری وایسادی مادر زن. آخه تو عروسی ناسلامتی شب عروسیت تکان بده بجنبا بجرخنه. جوبا مرده همش میخنده برای آدم. یه رقصی بکن تکانت بده. آخه یه غیری بیا آخه خانه خراب. عروسی من بود از زمین زمان میخوردم بخوده. والده که با شما معنی داره. بابا بیا اینجا. بله پدر خان بابا رو دارم. آخه پس حاجی کجاست؟ چرا نیومد؟ آجان شما گی شوهرت میشناسی. حتما یه معامله گنده تو مغازه با دستش آمده داره به جیب و خودش کار میکنه. من چی بکنم؟ پس دوما چه سلمانی آخه؟ ماشری چند سالش هستم. هیچکی مثل اون نمیتونه سر من بزنه. گاز بده بریم این سرما. همیشه سر من زده. حالا که روز اخبارنامه یکی دیگه بزنه. آب دماغ منم رو. برو به همش بزن. چی رو به هم بزنم؟ مجلس عقد کنونو. ایفا واسه چی؟ پرسجو نکن زن. همینقدر بدون که ما فعلا به صلاحمون نیست که دخترمون رو شوهر بدیم. با چه حرفا میزنی ها؟ مگه مردم مسخره ما هستن؟ رفتن اومدن گفتن شنیدن خرج کردن. یک گاجی تو خوب دختری بود طول زدی
ماشاءالله. زن حرف منو گوش کن. آخه من بی آبروی چیزی میدونم که میگم. برو یه عضوی بیار، عقدو به هم بزن، به همش بزن. من دختر شوهر نمیدم. حالا چرا داد میزنی؟ مهمونا میشنفن، آبرومون میره. منم میگم که مهمونا بشنفن، به خودشونم میگم. همشونو بیرون میکنم. حالا میبینی. ای به خدا مرگم. بسته دیگه. بله؟ تعطیلش کنین. چرا آقا؟ بلنشین بریم پی کارتون. من پشیمون شدم دختر شوهر نمیدم. یالا بزنیم به چاک، دخترم و شوهر نمیدم. یالا بریم بیرون. با شما هستم، بریم بیرون. خاک عالم بسرم یعنی چی؟ همین که گفتم دخترمو نمیخوام شوهر بدم. حاجی مگه به سرت زده؟ این کارا چیه میکنی؟ تو دخالت نکن. پدر هیچ معلوم هست چی میگی؟ یعنی چه این کارا چیه؟ آخه برای چی میخوای مجلس عقدو به هم بزنی؟ دلم خواسته، نمیخوام تو شوهر کنی. آخه برای چی؟ موضوع چیه؟ برای چی نداره. نمیخوام. چه خبره؟ چرا هوار میکشه؟ حاجی خیلی خوب نمیخوای که نخوا. انگار نوبرش آورده برش میبری. نه خانم جون، خواهش میکنم نرین، تو رو خدا نرین. یه دقیقه هم صبر نمیکنم، اصلا صبر نمیکنم، کاری ندارم که صبر کنم. شما به بزرگواری خودتون ببخشید. چی رو ببخشم؟ اصلا مسخره کردین. خودتون رو مسخره کردین یا مردم رو مسخره کردین؟ شما هم تو دیوونه؟ آره من دیوانه زنجیری. یالا را تو بکش برو. خیلی خوب، بلنشین بیاین بریم چیزی که فراوونه. دختر بیاین یالا بلنشین بیاین بریم. یالا بفرمایید تشریف ببرید. بیا گانی مالشون نزن، مال سنگشون نزن. یالا بفرمایید تشریف ببرید. شما هم بفرمایید. عقد کنو به هم کن، خواهش میکنم. بفرمایید بریم. عجب گرفتاری شدم. الهی خدا منو مرگ بده راحت شم. خودشون دست انداخته. فکر کرده مردم مسخره‌شن. خجالت هم خوب چیزی، آبرومون رفت. چی شده مادر؟ چی خبر شده؟ چی میخوای بشه؟ کنون به هم خورد، آبرومون رفت. بیا یعنی چی؟ کجا بریم؟ کنون به هم خورد؟ چی این حرفا کدومه؟ مادر، پدر عروس کنونو به هم زد. گفت نمیخوام دختر شوهر بدم، مارم بیرون کرد. برای چی؟ من چه میدونم مادر. آخه چرا؟ این حاجی خوله، دیوونه است، سر به هواست، دیوونه است، مغزش خرابه، حال و هوای خودشو نمیدونه. حالا بیان ببینم چی شده. من دیگه پامه اونجا نمیذارم. اگه تو هم دیگه اسمی از این خانواده ببری پسر من نیستی، عاقت میکنم، شیرم و حلالت نمیکنم، نفرینت میکنم. همه بیاین بریم، بیاین وای نفسی، بیاین دیگه وای نفسی. پور پدر حاجی و زن حاجی و دخترش و این و تبارش مسکیقه مسخره کرده. دست ننم درد نکنه با این عروس آوردنش. خب شما نمیخواستین عروسی بکنین، من چرا این وسط منتر کردین؟ اصلا من کجا برم چی بکنم؟ اصلا بهتر خودم برم ازدواج میکنم، راحت ترم هست.
رویم تو نبستی نه تحمل به اسارت نه امیدی به رهایی ای خدا شکر ولیکن نشدیم رسم خدایی قصه بعد از قصه غم دنبال غم ضرب روی ضرب ماتم پشت هم من نمیدونم چرا این زندگی بر سرم دارد مصیبت دم به دم کسی تا که بکاهم بار درد من خسته کسی تا بگشایم روی مرگی در زیر بار غم هستی قامتی خم شده دارم مثل سروی که خمیده مثل پشتی که شکسته قصه بعد از قصه قرد دنبال قرد ضرب روی ضرب ماتم پشت هم من نمیدونم چرا این زندگی بر سرم دارد مصیبت دم به دم مریم بهشت خانم سهرا بله حاج آقا از کجا اینا؟ نیستن خونه حاج آقا رفتن بیرون رفتن بیرون؟ این وقت شب کجا رفتن خونه آبجی خانم گفتن چون شما تکلیف مریم خانم رو معلوم نمی‌کنی مریم خانم و مادرشون برو سوار تاکسیشو برو خونه آبجی خانم از قول من بهشون بگو بیان سر خونه زندگیشون من میدونم حاج آقا اونا قهر کردن دیگم نمیاد برو این فضولیا به تو نیومده گفتم برو از قول من بگو چشم سلام حاج آقا خونه است؟ آره هستن رفتن تو اتاق خودشون باشه من میرم ببینمشون بفرمایید برو به آقاسم تلفن کن باشه چی میخوای نصف شبی؟ اومدم تکلیفمو معلوم کنم. تکلیف چی رو معلوم کنی؟ چرا شما اومدین عقدو به هم زدین؟ دلم خواست. آخه آبرو حیثیت ما از بین رفت. چه آبرویی چه حیثیتی؟
دخترمو نمیخوام به تو شوهر بدم. از خونم برو بیرون مرد شیالا. حرف دهانتو بفهم بزن پیرمرد. حالا که اینطور شد بهت میگم دخترت به سن قانونی رسیده، میبرم یواشکی عقدش میکنم تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دختر منو یواشکی عقد میکنی؟ آره دختر تو رو غلط میکنی. میزنی تو گوش من؟ آره تو منو میزنی؟ تو بیجا میکنی، تو غلط میکنی، مرد میکنی. من میزنی اینجا کردی راستی تو حاج آقا میخوای برم برات دکتر بیارم؟ باز من برم برات دکتر بیارم. رفتم دکتر بیارم. کیه؟ تلفن زنگ میزنه صاحب مرده نمیذاره من بخوابم کلافه شده. بابا بده بخوابیم دخانه خراب. عجب بدبختی ما داریم. کی الو؟ ببخشید حاج آقا شما هستی؟ قربان سلام عرض کردم. حال شما چطوره؟ چی قربان چی شد؟ این پسره جعلق اومده بود منو بکشه. کی؟ سعید؟ ای توپ گوره پدر هرچی آدم ها کره خره. باشو یا منو ببر دکتر سرم غرق خونه. خون؟ حاج آقا من نوکرتم هر کاری داری من بکنم. من از خون میترسم بخودم. من خونی مونی نیستم. خب بچه ها چی دیدی؟ پنجره دیدیم کتک کاری میکردن. خیلی خب الان خوب موقعیه همینجا باشیم. چشم چکن نخوریم من از خدمت میرسم. چشم چه بدبختی گرفتار شد. سلام حاجمو خدا بد نده. حاجمو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خوب شد اومدی عمو جون زود منو برسون دکتر. چرا؟ مگه چی شده؟ این پسره اومده بود منو بکشه. چجوری بکشه؟ حلم داد سرم خورد به آهن شفاش. آهن شفا؟ و سرتون خورد به آهن شفاش ببینم حاجمون اینجوری سرتون زد به آهن شفاش؟ اینجوری زد اینجوری بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید ساشا. میدونید سرش فقط یه پانسمان خدایی داشت. پانسمان کوچیک. آخه شما گفتین که از پوش رفت. نه یه کمی ترسیده. بفرمایید اون بالاست. ای بالاست. برو ببینم. متاسفانه مرده. باید به کلانتری اطلاع بدیم.
صمیم قلب به شما تسلیت میگم زنمو جون. به ارواح خاک حاج عمو، من در بست در اختیارتون هستم. هر خدمتی از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم. مرحمت جناب عالی را بید نزند. خودشان میدانن چی کار بکنن، بلدن. اینقدرم دروغ نگو، خدا آدم ذلیل میکنه ده. من با اجازه برم دست من بشورم، غسل مس میت بکنم، چون یه قدم میتی شدم. غسل میکنم، غسل مس میت قربت من الله. حاجی آقا روحت شاد. غسل میکنم، میت قربت من الله. حاجی آقا مرا عفو فرمایید. سلام. غسل میکنم برای سلامتی بدن قربت من الله. ای امان، ای قیصر، من بیگناهم عوضی گرفتیم. من با خواهر جناب علی رابطه نداشتم. با خدا شما عوضی گرفتین ای قیصر. من کاری نکردم. با خودم من نه تفکان بابا، قیصر کیه؟ من سعید هستم. تو که پدرم من در آوردی آخه یه اهنی یه طلوف یه کاری بکن آخه. من اصلا یادم رفت با تو قرار دارم با مرد تو. خودت آب بکش بیا سر باشه برو آمدم غسل کنم برای سلامتی بدن قربت من الله. خدا النظافت من الایمان. خان بابا بقیه‌شو تعریف کن، بگو اینم بعد چی شد. بله هیچی. بنده در خواب ناز تشریف داشتم، یک دفعه دیدم تلفن بنده صداش درام. از پشت تلفن حاجی آقا با بنده خواست که به تو بگویم که تو میخواستی اونو بکشی اما نکشتی. از من خواست که فوراً برم او رو برسانم هرچه زودتر به دکتر، چون تمام سرکلش خونالود بود. بندم رفتم. بله. پس بعد از این که من رفتم دکتر بیارم حاجی کشته شده. ولیده پس چی خون؟ فکر میکنی کار کی باشه؟ من میدانم کار اون قمر وزیر حرامزاده زنازاده است. برای بدام انداختن او ما باید هر طوری شده پلیتیکی بزنیم، قاتل را گیر بیاریم و به دست چنگال پرزور عدالت بسپاریم که به جزاش برسه. و سلام نامه تمام. و تو هم بلند شو هرچه زودتر به دکتر یه تلفن بزن، چون اون خیال میکنه تو پدرش کشتی. تو جواب بده. بله. الو مریم جون، من هستم سعید. تو پس فطرتی، تو قاتلی، تو بیشرفی، تو نمک به حرومی، ای آدم کش. بذار حرفمو بزنم. پس بیشرف، تو قاتلی. گوش کن باهات حرف بزنم. تو پستی، تو رذلی. امیدوارم سر تو بالای چوبه جار ببینم. چی شد؟ قطع کرد. پس چی که قطع میکنم؟ انتظار داشتی با قاتل پدرم چاق سلامتی هم بکنم؟ اشتباه شما همینجاست خانم جان. بچه نشو عزیز من. از کجا معلوم است که سعید قاتل پدر تو باشد؟ مگه شما به چشمتان دیدین؟ با خدا اون پسر یه دونه بزغاله رو نمیتوانه بکشه. اگه قاتل نیست چرا 2 ماه مثل موش از این سوراخ به اون سوراخ فرار میکنه؟ اصلا از کی تالا تو وکیل مدافع سعید شدی؟ بنده وکیل مدافع سعید نشدم، وکیل مدافع دل جناب علی شدم که سعید رو با پا پس میزنی با دست میکشی جلو. مردفید شدی؟ خانم جان شما رو به اون خدا راسته بگو. حرف من حرف ته دلت نیست ها؟ این تن بمیره نیست ها؟ نه. خیلی خوب ترموزت در رفته خانم جان. خیلی خوب کشتی ماره. همچین دادت نزی بود ترموز منم ببره. خب حالا کجا؟ سالش چطوره؟ کی؟ سعید. حالش خوبه. حالا دیدی اشتباه نکردم؟ تو ته دلت مونه میخوای که حالش داری میپرسی. دیدی من راست گفتم؟ دیدی ها؟ کجا داری میری تو بره بیابون؟ والا میخواستم از بر خیابان برم، ترسیدم بر رابندان بخورم، این بود که از بر بیابان آمدم. بله. چرا بایستدی؟ میخواستم جای خلوت با حرف بزنم. سلام و زهر مار. قاتل، آدم کش، بیشرف، پس فطرت، نمک برام، کثافت، تو پدرم رو کشتی. آخه بذار منم یه کلمه حرف بزنم دختر. یالا پاشو بریم کلانتری. صبر کن بذار منم حرف بزنم. بابا صبر کن. منم دو کلمه حرف حسابی دارم. میخوام گوش کن حقیقت رو بهت. شوهر آدم کش نمیخوام. بیاینی قاتل. بلشو بیا بیرون. قاتل، آدم کش. صبر کن. قاتل
وایسا ببینم آخه چی شده. چی میگی دختر؟ بذار برات توضیح بدم. پدرمو کشتی. والا من پدرتو نکشتم. بذار حقیقت رو واسط بگم. بذار بگم پدرتو رو کی کشته. بابا مردم بیان کمک بکنی کار به کلانتری میکشه. نخیر خودم باید برم. والا من نکشتم. خانم جان تشریف بیارین. شما که با من اعتماد دارید. من شما را آوردم اینجا شما را آشتی بدم. اگه بری کلانتری پدر تازه مرده مردم به تو میخندن. الان گفته آشتی کنن خانم جان. اگه چند نفر پدر تو کشتن. اوخش. حالا دیگه من از تو شکایت میکنم. خدا تو اشتباه میکنی حقیقت چیز دیگه یه نکشتم. عجب آشتی کنانی. حالا حالت بهتر شد؟ خب با این توضیحاتی که خان بابا داد باور کردی که من پدرتون نکشتم؟ من باور میکنم ولی پلیس چی؟ پلیس فکر میکنه که تو قاتل پدرمی. همه جا دنبالت میگردن. مگه تا کی میتونی فرار کنی؟ تا موقعی که خودم با دست خودم قاتل رو پیدا کنم. میگن سر بیگناه پای دار میره اما گل دار نمیره. سعید بیا اینجا یه قده کار چیز داریم. بیا اینجا یه قده یه کار فوری با شما. چی؟ برای بلند شو بیا کار دارم تو بیا. مذرد میخوام یه رقم برگردم. الان برمیگردم. اوخش کجا میخوای بری؟ من که گفتم خرج و مخارجتو میدم. نه من باید برم سعید خان. من زن بدبختیم. باید برم دنبال سرنوشتم. این حرفا کدومه؟ ببین سعید خان، من تمام امید و آرزوم این بود که دخترمو خوشبخت ببینم، ولی با کشته شدن حاجی دیگه همه چیز به هم خورده. گریه نکن خانم، من مریم خوشبخت میکنم، قول میدم. ببخشید خانم جان، اینم چای کهنه دم تازه جوش. بفرمایید. بگو ببینم جانم، این زن کیه؟ کدام زن قربان؟ کدام زن؟ اینجا زنانه نیست که قربان. کدام زنی میگی جناب علی؟ همین زنی که تو این اتاقه. آها، توی اون اتاق. توی اون اتاق که زنانه نیست. اشتفا میکنی خانم جان. خودم دیدم تو اون اتاق با سعید خلوت کرده. با تو هم میگم این زن کیه؟ والا چی بگویم خانم جان؟ اون یه دنه زن بدبخت بیچاره درمانده وامانده که مرحوم ابوی پدر جناب علی برای ثواب، برای اجر آخرت اونو برداشته آورده اینجا نگهداری میکند بو خوده. آها، پس برای ثواب با سعید بو خوده همین بود. شرلاتان، احمق نانجیب. میدم به کی داری میگی؟ به تو اون رفیق هرزت که از منم خجالت نمیکشه. کجا داری میری خانم جان؟ وایسا من برای تو توضیح بدم. برو گم شو، برو از جلو چشمم دور شو. به اون سعید احمقم بگو دیگه نمیخوام ریخت نحس و کثیفشو ببینم. خانم جان یه قدم وایسا. آخه کجا داری میری؟ وایسا، سعید با شما کار داره. بهتره با اون زنی که کثافت کار داشته باشه. خانم جان تو یه قدر صبر بکن، من حرف بزنم. آخه برای این مرده که با تو کار دارد. آقای سعید خان بیا با این چای پدر منو در آورده. مریم گذاشت رفتی. کجا رفت؟ برای من چی میدونم تو پرچکنی میکنی؟ چرا رفت؟ رفت خاک بر سر بنده رفت. برو ببین کجا رفتی. مریم عجب اشتی کنانی مردشور. نه مادر جون، شاید تو اشتباه میکنی. میگم من با چشم خودم دیدم سعید باهاش گرم گرفته بود، با هم پچ پچ میکردن. اصلا ببینم مادر، اگه یادت باشه حسام یه روز جسته و گریخته چیزایی راجع به یه زن بد که با پدرم سر و سری داره به تو گفت. از کجا معلوم این زن همون نباشه؟ نه دختر جون، من که باور نمی کنم. باشه مادر، حالا که باور نمی کنی من میرم تتو این قضیه رو در میارم.
زن بدنام به خاطر ثواب نگهداری میکرد بله؟ والده خانم در بند منزل به خاطر ثواب این کار کرد قربان تو برم. سعیدم که تو خونه تو با اون زن رفت و آمد داره اونم به خاطر ثوابه بله؟ بله خانم جان اونم به خاطر ثواب بخوده. اوخش پس اینم به خاطر ثوابه. اوه اونم چه ثواب سنگینی بود خانم جان گوشو بندره کرد. دروغگوی شارلاتان. پس تو با اون زنی که هرزه همدستی؟ تو اون سعید احمق و اون زنی که نانجیب همتون سر و ته یک کرباسی. خانم جان اجازه بفرما. دوست جناب علی اینجا حرف زدی بنده گوش کردم بده حالا منم 2 دقیقه توضیح بدم جناب علی گوش بده جریان هیچ توضیحی نمیخوام بشنوم فهمیدم که چه کثافتایی هستی. خانم جان بابا این دختره عجب دیوانه ای ها. خودش میبره خودش میدوزد خودش میبوشد خودش هم به خودش میگه مبارک است انشالله. آخه چی شده عزیزم؟ به من نگو عزیزم. من نفرت دارم از اینکه زنی مثل تو به من بگه عزیزم. آخه از من چه خطایی سر زده؟ چه خطایی بالاتر از اینکه نامزد منو از چنگم در آوردی؟ همه میگن تو یه زن هر جایی هستی، تو یه زن بدکاری، یه نانجیبی. پس چرا گورتو گم نمی کنی از این شهر بری؟ آخه چرا مگه من چی کار کردم؟ از وقتی که پاتو توی شهر گذاشتی زندگی همه رو به هم ریختی، مثل یه جغد خوشبختی ما رو به هم زدی. پدر منو به کشتن دادی. اول که معشوقه پدرم بودی، بعد از اونم با نامزد من رو هم ریختی که خوشبختی منو بدزدی. آخه شرم و حیام اندازه ای داره. چرا از این شهر نمیری؟ یالا گورتو گم کن از اینجا برو. به خدا قسم هیچ کدوم از اینا که میگین حقیقت نداره. اگه حقیقت نداشت پس چرا مثل شیطون رفتی تو جلد بابام که عروسی ما رو به هم بزنی؟ من این کاری کردم؟ بله تو کردی. آخه واسه چی؟ برای اینکه میخواستی سعیدو از چنگ من در بیاری، میخواستی عشق منو ازم بدزدی و موفقم شدی. زنی که یه بی آبرو. برو گم شو برو از اینجا. چشم میرم از اینجا، ولی به خداوندی خدا هر کی این حرفا رو به شما زده در حق من دشمنی کرده. درسته که من یه زن بدنامم، یه زن بی آبرو، یه زن روسیا هستم، اما قسم میخورم نه معشوقه پدرت بودم نه هیچ نظری به سعید دارم. برعکس همیشه آرزوی خوشبختی شما رو داشتم. اگرم لازم بشه حاضرم جونم و سر این کار بذارم. جونت ارزونی خودت. اینطورم آبغوره نگیر که من گول نمیخورم. از این به بعدم دیگه خودم میدونم با سعید خان شارلاتان چه معامله‌ای بکنم. اومدم به خاطر قتل حاجی ازت اقرار بگیرم. تو نامرد حاجی بیچاره رو کشتی. خواب دیدی خیر باشه. قاتل حاجی تویی. به خدای احد و واحد تو همین وان خفت میکنم. مگه مثل بچه آدم پاشی با من را بیفتی؟ اگه کی باشی؟ یا خفت کنم. کجایی چه خبر نمیدونم. یا خدا
بگیرنش تمام کلانتری تلفن کن. نذارین فرار کنه، اون قاتله. بگیرینش، نذارین فرار کنه. الو، کلانتری؟ میتونی بپری؟ میتونی؟ با چرا بایستادی؟ بریم دنبالش دیگه. بریم. بگو ببینم تو برای چی رفتی سراغ اون زن بیچاره با هرچی از دهنت در اومده بارش کردی؟ خوب کردم، حقش بود زنی که پس. خجالت بکش دختر، تو اصلا میدونی اون زن کیه؟ آره، یه زن هر جایی و معشوقه تو. دختر اشتباه میکنی، من نمیفهمم کی این تخم لق تو دهن تو شکسته. والا بلا به خدا اون یه زن خوبه، یه زن مهربونه. آره مهربونه. اگه تو رابطه ای باهاش نداری پس چرا اینقدر ازش تعریف میکنی؟ مگه تو یه معشوقه نمیخوای؟ مگه تو بهترم از اون که جوونترم، از اون که خوشبدنترم؟ بیا پسر یه حوض باز، بیا من در اختیارتم، بیا. یالا بردار بپوش لباساتو بریم از اینجا. بگیر بپوش. یالا بپوش، بگیر بکن تنه، زود باش باید بریم. پاشو بریم. کجا بریم؟ باید بریم خونه اون زن، دستشو ببوسی ازش معذرت بخوای. ازش معذرت بخوام؟ از یه زن هر جایی معذرت بخوام؟ یعنی اینقدر از اون طرفداری میکنی؟ گفتم پاشو بریم خونه اون زن، تو باید ازش معذرت بخوای. دیگه به اونجا نمیرسه، چون الان پلیس میاد اینجا تو رو به عنوان قاتل پدرم دستگیر میکنه. تو منو به پلیس لو دادی؟ آره، قبلا به پلیس تلفن کردم که تو میای اینجا. من تو رو میکشم. وقت میکنم. مغربی شو. چه کار داری میکنی دخترم؟ شما به اتهام قتل توقیف هستین. بهتر مقاومت نکنین و با ما به کلانتری بیایید. چی میخوای اینجا؟ کی این زنی که یه بی‌آبرو رو اینجا راه داده؟ عروس خانم، خواهش میکنم چند دقیقه به حرفم گوش بده. خواهش میکنم بذار باهات حرف بزنم. خیلی خوب، چی میخوای حرف بزن؟ آخه چرا میخوای با مردی عروسی کنی که دوستش نداری؟ چرا میخوای خودتو سیاه‌بخت کنی؟ با کی لجبازی میکنی؟ با خودت؟ این فضولیا به تو نیومده، به هیچ وجه به تو مربوط نیست که من میخوام با کی عروسی کنم. یالا برو گم شو. آقا حسام، شناسنامه خودتون همین را لطف بفرمایید. مبارک هستین خانم. بفرمایید. مبارک هستین خانم. مبارک. بله آی باسپورس، همینطوره که میفرمایید به خدا. اول با من تلفن کرد. بنابراین باید به عرضتون برسونم من و آقای دادیار عقیده بر براءت شما داریم و قرار آزادیتون رو صادر میکنیم. شما آزادید. خیلی متشکرم قربان، خیلی ازتون ممنونم. بنده هم تشکر میکنم آی باسپورس به خدا. خدا رو شکر که تو رو اعدام نکردن که داغت به دل من و پدر مادر تو بیزارن. به خدا دست بده با من پدر زن. دوشیزه محترمه مکرمه معظمه مریم خانم فرزند مرحوم حاج آقا مراد علی شیرازی، آیا بداعی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقای حسام مولوی نیا فرزند ابوالقاسم در بیاورم؟ فرمانگاه بده، الان دختره
دختر عقد میکنم. چیرتون تر برم دارم میرم در رو هوا که نمیتونم بابا. آخه اگه به موقع نرسید دختر عقد میشه، کار از کار میگذره. من چی مربوطتون برم بزنم پدر ماشین مالکیت در بیارم جواب کی میده؟ دوشیزه محترم مریم خانم، برای دومین بار میگویم آیا بدایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح آقای حسام مولوی نیا فرزند ابوالقاسم در بیاورم؟ بده اون وقت خیابونو بریخم. شیره از اون بر برم تصدق میکنم. برو دیگه. خانم مریم خانم چرا جواب نمیدهید؟ آیا اجازه دارم شما رو به عقد آقای حسام مولوی نیا در بیاورم؟ خواهش میکنم جواب بدهید. اجازه میدهید؟ چرا جواب؟ عروس خانم جواب بدید. چرا اینجا وایسادید؟ عروس خانم جواب بدید. خواهش میکنم بله رو بگید. مریم! 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 مریم من تبرئه شدم. دیدی گفتم قاتل پدرتو من نبودم. بالاخره حقیقت روشن شد. بازپرس قاتل پدرتو شناخته. نفهمیدم چی شد؟ حالا بگم تو چی کاره یکی هستی؟ آقا پسر هی اونطور بغلش نکن، با تو هستم پسر. و تو عروس خانم دختر قلابی حاج مراد علی، حالا که این پسره جوالقو به من ترجیح میدی بذار آخرین برگ برنده رو کنم. همتون گوش کنین. این مریم خانم دختر حاج عموم نیست. این یه بچه سر راهیه. مادرش هم این زنه. نه اینطور نیست، دروغه. این یه زن بدکاره است، یه زن بدنامه، یه زن هر جاییه. نه دروغ میگه، به خدا دروغ میگه. به خدا بندی خدا من مادر مریم نیستم. این مرد دروغ میگه، به خدا دروغ میگه. سعید رو بازو چی میگه؟ این یه آدم شالاتان دروغگوه. حرفشو باور نکن. صبر کنیم همتون ثابت میکنم. اون قاتله، باید دستگیرش بکنیم. تو چرا فرار کرد؟ برو که ببینم. یواش تصدق نکن. بگیرینش. داماده یکی فرار کردن، تکلیف عروس چی میشه؟ بیا این تو کجا فرار میکنی تاریخ؟ من باید با همه ثابت کنم تو کی هستی. برو شو. من میبرم تو. نمیدنم رفت.
کن ولش کن نامرد نالوتی سر خانم من از این شهر ببر خواهش میکنم نه من از اینجا اول شما رو باید ببریم بیمارستان بعد جوری زخمی شدیم من از این شهر ببر شما رو نمیتونیم از اینجا اجازه بدیم پس من براتون خواهش شما رو نمیتونیم جاتون تکو نخورین آقا معلم خیال کردی که مریم خانم از شنک من در آوردی ولی کور خوندی خیلی هم کور خوندی بهت گفتم پاتو از کفش من بکش بیرون حالا داغ این عروس خانم رو با یه تیر به دلت میزنم جناب سروان قاتل همینه دوست دریایی اصلت رو تحویل بده بیافت جلو یالا نبیارستم خودم اعدامت کنم نشو باید ببریمت بیمارستان فایده نداره سعید خان کار من به تمومه خانم جون بالاخره به هم نگفتین که شما مادر من هستین یا نه؟ نه عزیزم من یه زن گناهکارم چطور میتونم مادر دختر معصومی مثل تو باشم پس اجازه میدین به شما بگم مادر اگه دوست داری دختر اگه دوست داری زیر بار غم هستی قامتی خم شده دارم مثل سروی که خمیده